سلام بچه ها، چطورید؟ اومدیم وان بلاک سمی ما با دسته با دسته ایکس باکس اومدیم آقا. دو گلم هنوز عادت نکردم به این ما که بابا دو گلم الان ساختمون رو بیارم پایین. وایس بدش کن. آره آقا یکی یادتون باشه بابا من کلی وسیله دست دادم، من در فشار میخورم. حالا اگه پارت الان مثلا داری خودتون میگه خب ما وسیله زدی که پیککس زدی آقا، من چیزی نزنم خودم که پلی دارم برگردوندم. اونی که داری میگی ببین توشش البته الان فیسیویل نکردم. ببین داری جدی الان میگی من حد زدم؟ آخه منو حد زدن آخه منو. خب عالیه. خوبه همینجوری کن. آره دیگه خلاصه منو حد زدن. من اصلا تا حالا که یه لحظه ای وای لو رفتم. نه بچه ها اینو خودم گذاشتم برای خنده. آره جدی ولی حد نزدم. این برای شوخی بود. در رو ببند آقا. بسم الله الرحمن. پارزا بدی خونه رو ساختی از طویله گوسفندم. بله اونجا دقت نکنید. خب چینا بوسه چیه؟ آره دیگه خلاص چس توش دایمن گولدن اپل حاجی یه دونه. بچه ها من فقط یه دونه چیز بگیم. من فقط یه دونه چیز پیدا کنم. یه همین چه کارا میکنم باشه خونم. چه دارم دن اینو خوب کجا بزنم. This is اینجا میتونستم بدش کن. This is Elon Musk. یه لحظه. This is Elon Musk. آره my name is Elon Musk. This is Elon Musk. خب باز شدی. خب آقا میگم من در نمیزدم میانه من در کندش ببخشه از من در ببخش افتاد. آی اینجا چجوری رفتم خودم هم نمیدونم. خب آماده. من در نمیزدم بدش کن. حاجی جاش بده. دیسی زیلا ماسک فکر نکن. به خدا ردستون زغال آیرون دایمند. بله دایمند دادا چطوری بابا؟ خدا احمق خودتو میزنی که. حاجی وایسا. نه یکم تیراتو بده من. تیر میخوام. من خیلی نمیر من تیراتو میخوازم. نه کلا چقدر تیر از این بشر. اصلا تیراشو من گرفتم. یه دونه. خب اینو رو بردار. چی زد؟ آقا کی زد؟ نفهمیدم بابا. باگی گیمه دیگه. نکنه هیرو براین اومده که واسه کلیپی پاسه. بچه باورتون شاید نشه من یه بار خوردم به هیرو براین که نه مرغ براین.
ببین قضیهش اینه، من با آرتی چیزه میخواد رفته بودم آرتی دوستم، حالا الان آرتی میگه این چی میگه. آره دیگه با دوستم رفته بودم که اسمش آرتی، رفته بودم ماینکرافت، اون یه دسته لیف داده بود میخواستیم لایف هک های ماینکرافت رو چک کنیم. بعد چیزه خوجیری تو چشمات زود بیزدم غلط کردم غلط. بابا من نمیخونم، من کجا رفتی؟ حواسش که نیست. قرار الان بگو فرار کرد، بگو فرار کرد. تو رو خدا غذا تو چه کدوم چیز؟ این چیز غذا. چی جوش خیلی میسپاک سخته. تو برو گم شو بپس. 3 تا دایمند، 4 تا دایمند. این دایمندا رو بده تو این چسته. بذار یکم خودم خالی کنم. خالی شو، خالی شو. این در منم معلوم نیست کجاست. هر جا هست انشالله دیگه بره برنگرد. 3 تا من اینجا چست دارم خدا. بده من چست دارم. غذا پخت بده من. تو برو گم شو اونجا. اینم بده. من آرومم، من آرومم، من آرومم، من آرومم. بیا اینجا بینم، بیا اینجا انرمن، بیا اینجا. مرد؟ نه رفت. فرار کردی. آخه قدرت ماهور کبیر که نزدیک بود بمیره. ولش کن کبیر رو فراموش کن. ترسیدی؟ بابا حال میکنی جا رو. فقط چی پوشیدم؟ من چی پوشیدم؟ گدو لایک کن. ببخشید لایک کن. ایموت ندارم. ببین دیگه ایموت هم ندارم. این نزدیک بود، نزدیک. فقط سریع برگردی. خدا می افتادم. به خدا اگه می افتادم. اینو باید کات بزن. بله بدبخت. ولی لایک نمی کنی منم هم خودکشی میکنم. خداحافظ. 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 بمیر دیگه. خداحافظ. بچه ها نترسید، اینجا بود آیتما. یعنی چرا همه دایم این چیزا؟ خود چرا تو نازی اینا دست مولد؟ خب من باید 2 ساعت بریم دیگه. خیلی مسخره بازی کردیم دیگه. داری کیرینج میشه. کیرینج بچه ها، کیرینج گفتم، فوش ندادم. خب خدا چرا باز رفتن تو فضا؟ خب الان من زین اسبا چیکار کنم؟ بچه عجیبه چرا من نمیتونم زین اسبا به خودم بزنم، چون من راستش اسب احمقم. یا از همین الان معلومه چقدر احمقم. ببین بابا چرا تو رفتی اونجا؟ نگاه هی من یه چی میگم به این تبر، هی میره اونور، هی میره اونور. اصلا تو چشم نگاه کن، دستتو بذار رو دستم. بسم الله الرحمن الرحیم. 456
چی میگم؟ بابا حال کردی ناموسن، حال کردی اصلا بدون بلاک، بدون بلاک. بابا من میخوام رو نیم تگی بنویسم. چرا هم نداری؟ بس همینجا بریز دیگه وسایلتو. این هم هی داره اندرمن پخش میکنه. آره اندرمن برو بس خیلی خربجی هستم. اندرمن به چه درد ما میخوره؟ به دایمنگه کوچوکی بگگگ بس من کالا فراتون ضبط کردم، حوصله ندارم آپلودش کنم. سپایدرمن بالاخره این طرف دوره این چی باشه؟ چه دستی داری؟ بذار فال بگیرم. بیا فالتو بگیرم. چه کلاهی داری؟ بیا فالتو بگیرم. وایسا یه از خودم خالی کنم با اجازت. شما چه اسکوله؟ آج تو این چرا اسکوله؟ بیا این من بزن دیگه. آخه کوکولی چه دست خوبی داری؟ چه دست ای به جا خالی داد. چه ای عزیزم تو خیلی دستت خوبه. به من سلام بده. به من سلام بده. ببین قشنگ گفت بچه بیا پایین. بیا پایین خودت بینم به چی کردی؟ آماده ای؟ یه دوست پلیر رو چی کردی؟ آخه ببینم تو کل پارت اینجا میمونی. آره آفرین عزیزم تو همونجا میمونی. آقا اینو میخوام پیرش کنم. کلا خودم داره صبح بشه نمیمیره. بچه به خدا من یه روز اینو زیرم رو میکنم. منطقه میرم زیر اون چوبه. آخه گوگله بچه دیدی چی شد؟ حاجی عصبی شد اینجوری شد. بعد عصبی ها انقدر عصب فشارش رفت بالا قیم شد. در چقدر نمکه الک بخندیم از خیلی افیشنسی. نه درست خوندم. تو چی میری بپرور؟ شارپنس آی بهتر. به به شارپنس دارم. الان دمیجش چند شده؟ بنازم اتکش بنازم از 4 رفت و 6. خب آقا حالا اگه میگفتم به من مب بده همه اندرمن و اسپایدرمن و نمیدونم اینا رو چرا حداقل یه دونه زغال باید دست من باشه؟ بیام زغال آیرون. وایسا این همه من الان آیرون دارم این تو گذاشتم استفادهم خیلی آیرون دارم خیلی، ولی اسم میکنم آیرون بیشتر دارم. خب بچه امروز اومدم بهتون پوز بدم. من خیلی آیرونم کوش خیلی آیرون خیلی نه خیلی آیرون دارم 7 تا. یه شلوارمون میشه بدون شلوار زشته حرامه. چند تا میخواست برش
بچه ها میخوام اینا پرو پلیر رو در بیار. اسپید بچه ها پی او وی اسپید رانر را بودو تو یه ثانیه وقت داری مایکرافت باید تموم شه. چی کار دارم میکنم یا ابوالفضل بودو مایکرافت تموم میشه. مایکرافت الان تموم میشه. مایکرافت این بریز تو وقت نداری. تو فقط 500 سال وقت داری. همین اینو رو بده من. باریکلا آرمور درایتی نمیدونم چرا. بودو کلین شد. بچه به جای شلوار شورت درست. بچه یه لحظه وایسی. بچه یه سوال. من چرا کل آیرونا رو گذاشتم ولی شلوار به من ندی؟ وایسا حاجی پشمام. آیرونا رو کشیدم الان میتونم شلوار بره. ببین من نمیدونم ولی چرا اینجا الان شلوار نیاورد پایین. من که کل آیرونمو دارم ها. تو کامنت ها بگی. چرا گوشیش کردم. وایسا نه چجوری داداش چجوری آها فهمیدم. من چقدر گاگولم نفهمیدم. اصلا شلوار اینجوری بود. چیزی که من ساختم شلوار پرومکس رو میسازه این بازیکن. چرا این آتیش نداره ولی آتیش داره؟ ترسناک نیست؟ این آتیش بده. آفرین پسر خوب. شب شد. نه راستی زامبی مرد. به خاطر اینکه زامبی مرد من میرفتم. زامبی مرد. نه یه مرد. یکم خطا در ایجاد صحنه پیش آمد. چست مخفی. چست مخفی. نه اصلا مخفی. خوشی راست میگی. میتونیم یه چست مخفی در جلو سری درست کنیم. به اسم چستی که همیشه تو چشمه. چستی که همیشه تو چشمه. آقا دقت کردین دایمند نمیده؟ ببین بچه ببین یه سیلی آبدار میزنم اگه این تو دایمند باشه. نبود بابا نوکرم دیگه. اصلا نیاز نیست ببینم. من میدونم این دایمند نمیده. این آشغالا رو به ما میده که معلوم. ببین یه بار دیگه ای تبر. بری اونور دهنت. اینجا بچه دارم من چی کن میکنم. بچه اسپیدرانرها و اونایی که خیلی آروم. اونایی که آروم همه چی آرومه. من چقدر اینا چقدر سریع بودن. حالا اسپیدرانر خب اومدم داخل بود. من نمیدونم. من فقط وقت ندارم. وقت نداری. این افتاد. یه دسته بچه آقا دیگه خیلی دارم اسپیدران بازی. بابا اصلا من میکنه. من
در نمیزنم میام، در نمیزنم میام. آماری کردی. ببین یه خطایی هست، ولی اگه دقت زیاد تو به خرج بدیم خیلی دقیق در جای. منطقه یه نفر اومده اینجوری خورده، دردم گرفت چه یارو. طبق محاسبات علمی و تخیلی در ببن ویدیو رو از اول میگیریم. شوخی کردم. طبق محاسبات یه لحظه اینجا. طبق محاسبات علمی من ما میتونیم یه کلاه بسازیم با کنش شما تو خونه. نه بابا اینجوری بذارید بهتون یاد بدم. بله دیگه ساخت. باز بهتون میگم طبق محاسبات علمی اینو اگه ورداری بیا اینجا اینجوری کنی، بعد این دکمه رو بزنی، بعدش دکمه قلم رو بزنی، بعد اینجا یایی بس کنی، بله اینجا یه کلاه کلاه تصویر زد. این چیز رو پاکش کنم من، اشکال نداره. یه کلاه زیبای خوشگل میبینیم اینجا که دیگه نمیبینیم. ای بابا من یاوه. خب اشکال نداره میکنیم. لول 4 چیه آخه ناموسن؟ چرا باید تو لول آقا چرا حد سند بایستا زیر سنده چیه نمیافته؟ چطوری سلام کن کسافت بیانیم کسافت. من با هیشکی چرمشو درام کرد. خب بچه ها چرمشو درام کرد. وقتشه براتون آثار پیکاسو دیگه آثار پیکی که ساو درست کرده رو براتون درست بنیمایم. راستش من خرجی حاجی فکر دارم، باز از اون فکر به درد نخورم. ببین میام اینجا ما رو نبید. من ببین به خدا اگه منفجر میشد کل زندگی میرفت هوا. بذار من چقدر گوگولم. تمام این از اینا او سندو که بزنه نه سندستون رو سندستون یعنی تو سندستون ای خدا. خب بچه ها امروز اومدم مهارت استعداد بسیار خفنم رو نشون بدم. پس آماده باشین. میخوام یه کار کنم بگیم پشمام برگام دیگه نمیدونم هرچی برگ دارید قراره تو این ویدیو برسونم. یعنی ببین یعنی یک حرکت میزنم بره دیریمم قفله به مولا. ببین الان این حرکت رو میزنم برای دیریمم قفله. حتی ببین یعنی اصلا ببین یه میشی یا بیا نگاه کن فقط. آماده یه دونه دیگه اسمانده شو. چه سری رفت. هنوز اون یکی رو دارم برش. من خدا نمیشه آقا نمیشه. فکر عالی دارم. دو تا دیگه این هنگام میگی امو بکنش امو نه این دو تا اینا. خب ببین طبق محاسبات میدونم نشو
واجی نگو کلا به ولش کن بپیشون یعنی من هر بار فکر داشتم حداقل یه آیتم به فنا رفته حداقل 2 بار بردم. فشار بخور باید تا صبح نگاه کن باید نگاه کن فشار بخور فشار بخور. نه الان میرم بیرون نه الان میرم بیرون نرو منم که کریت بذار کریت بچه ها نمیبینن آها حواسشون نیست فکر کنم حواسشون نیست حالا سریع بکن تو برنگشتن سریع بود با یادم رفت کار بزنم اشکال نداره بچه یه دایمه خدا فضا به من داد اصلا من کریتیو نکرده بودم وای دایمه ای آجی بچه دیدی دایمنده داشت پرواز میکرد سوپرمن بود. خب بچه دیگه مثلا بازی بستم بریم حاجی من خیلی اسکولم تو کامنت ها همه بگم ماهور اسکول نوب سگ نوب اسکول سوپر یه سوالی اینا کی آخه واقعا اسپان میشن خفه شو همونجا نه فکر کن شیلدم رو برمی داشت میزد گربه بایسته مرد نمیدونم البته مردیم بابا چرا تو بلاک میده ببین بیا ای سیاه‌پوست اون رفیقم که اصلا نجات پرست است ای سیاه‌پوست نه سفید بود اونجا بچه حالا آماده این میخوام یه بیکاسو براتون بکشم حالا اگه دفعه بیدید باز تکرار میکنم فکر کنم من داری فوش میدیم به من خب نمیخوام بابا نوکر از اون فاصله اومد تو آیت خب آماده میکاسو نه آماده نباشید لطفا چند تا شد بابا اصلا ببین بچه داری فهمیدین دارم اصلا چیکار آقا من دارم چیکار امیدوارم حرام نشه خب آماده میکاسوی پیکاسوی نه تا باید میزدم میکاسوی بس دیگه این همه پیکاسوی اشتباه ساختم ولی مهم نیست والا مهم نیست اشتباه ساختم یه دایمن بذارم اونجا به نشانه ها
حاجی پس پیکاسوی میکاسوی بکنش شما باسی شروع کرد. پس پیکاسوی جدی میکاسوی پیکاسو. به خدا یه پیکاسوی بود به اسم میکاسو که حاجی ولش کن. پیکاسو برای من بازی بابا ولی جدی ولش کن. باشه باورتون میشه پیکاسوی بایستید میخوام بنویسم تو اینجا پیکاسوی میکاسو. باجی با ایکس باکس نمیشه باید اینجوری با انگلیسی نمیشه. پی بذار بنویسم حاجی مینویسم please don't worry baby. بچه زبانم بده. baby you aren't going امتحانه زبان دقیقه همینونه. آقا می نویسم من 2 تا ولش کن پاک کن اینا داره اینا بچه ها ناگهان تبدیل به چند تا دایمن دارم نه میکردم بچه ها ناگهان نه دیگه این زیاد چیز نشد بچه خیلی این پارت داره بد میشه. فکر نکنم این ویدیو رو آپلود کنم آقا به خاطر که 20 دقیقه فقط داشتم میگم الان جدی میشم. این چیه؟ داشت کجا تو منه؟ این دو سلام علیکم. ای خاک دوست داشت تو ای خاک دوست بایستا ببینم چی دستت بود الان تو؟ چی بود دستت؟ بلاک قرمز دایمند چه جان دایمندم نه دایمند دایمند فقط دایمند اینو بذار بپنده فوتبال 360 چی میگی داداش خب آقا جان ببخشید ولی اینو بده من. خب چرا کودشو دروپ کردم؟ آها حواسم کجاست بچه ها میدونستین اینجوری یه شمشیر وایسی بچه ها من مد زدم بعد این مده چجوریه الان براتون یه شمشیر درست میکنم پراتون میریزه قول میدم بچه ها من یه سوپر شمشیر شمشیر وحشتناک خفن درست کردم به اسم شمشیر به اسم شمشیر شاخ داره چیز همینطور که خوب ببینید براتون اومد بچه ها ویدیو امروز تموم شد برای و نه و یه لحظه به من بگو لایک میکنی من که میدونم الان گفتی نه لایک نمیکنی دیگه برات پیکاسو نمیکشم لایک نمیکنی ساب من نمیکنی آره
اینجوریه منم دیگه نمیذارم ویدیومو ببینی. برو بیرون. یکم سریع‌تر شروع خورم. بخوام بریم به کار و زندگیمون برسیم بکش. آقا اینو کسی میدونه چجوری دستکاری کنم؟ کسی عکس گرفتم. چرا عکس گرفتم؟ وایسا. نبی تو سامنمون نبی بچه ها یه چالش دارم بین اینا دایمند رو پیدا کنیم. آفرین به اون کسی که اینو پیدا کرد. این بذار رنگ اونو عوض کنم. مثلا اینجا اگه دقت کنی آبیه که بابا اصلا نخواستیم دقت کنی. فقط اینو بدون. بعد تا بچه‌ها میدونی خواستم بهتون یه رازیو بگم. اینجوری میتونی شمشیر درست کنی. آقا دیگه خلاصه این بود پارت پاهایم را بو کن. این بود پارت نمیدونم چندم وان بلاک نمیدونم چیه کلن چیز نمیدونم چیه. شما یه لایک نمی کنی یه ساب سقف آوردم پایین. سقف آقا لایک ساب. آره خداحافظ. اینجا داره به گیان کشی. خداحافظ. چرا